جرین جرین یاشار یاشار با این کودک چی شد؟ چی شد گابزن آخی؟ مادر او کودک رو میخواست بدوزد بعد یکی چرا آنها رو به حالشون نبود؟ ایسر آن همین کس آقا یاشار من کاری نکردم دروغ نگوی همش از برای تو شد من گناهی ندارم آرام شو پیسرم آرام شو آقا یاشار اگر گناهگار باشد معلوم میگردد و بعد با همسرت گپ بزنید مرحمت زبان خطتون رو میگیرید با ما به مرکز بروید یاشار جرین تفلا کنی ببختی من خدایا من چیکار کردم خدایا من چیکار میکنم امیر خوب هستی پسرم خوبم پدر یکون چیز نشده است شخصانی که انتظارشون بوده مامدند یک داشت پلیس بوده است نه نکشتیم فهم تو بازدید بیایید میرویم آقای دکتر فرزندم رو نجات میده نمورده است او نمورده است جره دکتر بنا برم چی شده است خدا صبری جمیل دید هر چی از دستمان آمد کردیم اما دکتر امینه چی شد جانی اوچه اویا با تو یکون چیز شد بیمار شدی یکونجا درد میکند پس برای چی گریه میکنی دستایت خنک خورده است کنی خیست کنی با درون داره زودتر فرخونده مگر خورسان شدی من دخترم رو نمیبرم مرده هم نمیتونم جیرین رو با خواب میسپورم اکنون آرام شدیم ها؟ دخترم تو چه ها میگویی آخرونه برای من بود جان و جگرم بود خدایا ای کاش این دهشت تنها خواب باشد کاش وقتی که از خواب میخیزم دخترم در دستم باشد سرایت تولا میکنم فرخنده پلیس یاشر رو برد این حادثه چخل رخ داد با جرین چی شد یاشر رو از پسم فرستادی ما میرفتیم با دخترم میرفتیم یاشر دخترم رو از دستم میگیرد گفتم من گریختم و بالای بام بر اومدم از پسم اومدن گرفت وقتی که ما جنجال میکردیم دخترم
آخر در بالای بوم چیکار میکردی؟ چیکار میکردی؟ همش عیبی تو شد. همه کارو تو سر کردی. تو رو نابود میکنم. تو رو در از همه شرمنده و رسوا میکنم. دیوانگیت رو بس کن. تو عقلت رو گم کردی. نباید. تو فکر میکنی که موضوع خاتمه یافته است. اگر این خیلی گمان کنی خطا میکنی. از این کار نواز میابد. کارهای کردت رو با همه میفهمونم. التجا میکنم. از پیشم دور شو. حیاتم رو سوزوندی. در شو از اینجا. برم. پدر خیزید. پدر خوب هستید پدر؟ مردم در کجاست؟ نمیدونم. چرا خوراک تیار نیست؟ ها؟ آخر از سحر تا بگاه برای یک لقمه نان کار میکنیم. خوراک باشه تیار نیست. تیار است. من وزر گرم کرده میورم. نباهد؟ آقای خیردین بخیر است؟ در این وقت از کجا آمدی؟ هیچ چیز. به مهمانی رفته بودم. دیر شدنی وقت رو نفهمیدم موندم. چی حال دارید مادر؟ خوبم پسرم. آمینه یاسین شرف خوراک تیار شد. سلام علیکم. علیکم السلام پدر. خوش آمدید. شام بخیر. از شما. شکر در چهره همه شما شادی را میبینم. تا جان در بدن دارم در خدمت شمایم. دخترم چی شد؟ خدایا توبه. فریده؟ دخترم امیر دگده کرده آب بیار. مایلش. دخترم خیز. ایست تو چی کار میکنی؟ آخر سرش سخت زد آقای خیریدی. با دستم آب ریز. ینگا با تو چی شد؟ ینگا با شما چی شد؟ مادر گلنسر. مایلش دخترم فهمو. کمی نفست رو روز کن. دویده یک دوغا بیشور بیار. مایلش مادر. شرف کمی اینجا بیار کمک ده بیسرم. فریده برای اویسته. مادر ابای گلنسر از این پای لحجیده من از این پای من بخاطر خدا بیارم دخترم. اویسته. اویسته دخترم. آرام شو دخترم. خودت رو به دست گیر. کمی شرف کمک کن. آهسته دخترم. کمی درست کش. آهسته دخترم. آهسته دخترکم. شرف دگانی که امینه ممکن زنده باشد. تو چی ها میگویی؟ همشیره‌ای که در تولدم حضور داشت گفت که واقعی شده بود که تو بیخبری. چی بود است که تو بیخبر موندی؟ نمیدونم. حسنا گفتم مرد. آیدی جریم به من چیزی گفتنی بود. فریده تو همیشه بی‌پروا هستی. در عالم خیالات سیر و گشت میکنی.
بس است نکنو با خود بیا خب رو مادر شما هم به من باور نداره. گپ در سری بواری کردن نمی رود دخترم. جرین مرده است. من در همونجا بودم. مرحمت دوغو بشور. آیا یگون کس خوافتید است که ما بیخبر موندیم؟ خدا نگه دارد. با خدا قسم که در حیاتم باری اول است که دوغاب تیار کردم. سلامت باشید. نوش جانتان شود. خوب هستی دخترم؟ خوبم پدر. شکر خدا کمی خسته شدم. خوب کن دخترم. تمام روز خسته شده بودی. اوه سرم. با تو چی شد؟ سرم میکفد. از کجا دانم؟ خوب رو خانم. تو هم استراحت کن. راست میگوی آقای خیردین، لیکن خوراک رو کی تیار میکند؟ دسترخوان رو کی جمع و گیر میکند؟ اگر دو زنی خانه یک پهلو شده خواب روند. فهمیدم جانکم برای چی ما جانب داریم سرم بیا خوراک را تیار کنیم، لیکن از حد گذراندن لازم نیست. نباشد هر روز ما را فرمان میدن که دسترخوان را آماده کنیم. کنی بچه ها بخیر است آمینه بانو؟ با تو چی شد؟ ها؟ شفق سردار زنگ زد. چی میگوید؟ خواطر شده است. با او گفتم که ما خوبیم. خدا محافظت کرد امیر. با تو یگون حادثه رخ میدهد گفته بسیار ترسیدم. من هم به شما یگون حادثه میشود گفته ترسیدم. آن شخص غالب میباشد. او را پیدا کردن آسان نیست. شاید نجستنش خوبتر باشه. پدر چی از نقشه های من دست میکشیم؟ نمیدونم پسرم. میترسم که یگون حادثه ناخوشی رخ دهد. به هر حال با سحر فکر میکنیم. که من دوگانیک تولد کردم باز در نزدان کی بود؟ فریده آیا تو یگان چیزی دیگر رو فکر میکنی؟ سخنان اپه گل سر از عقلم دور نمی رود. من هنگامی تولد دخترم رو ندیده بودم. شاید او رو دزدیده باشند. از کجا دونم؟ فریده بس کن. محض برای تو پگاه خودم رفته جستجوی میکنم. با بیمارخانه در اومده دفتری قیدها رو از نظر میگذرانم. اکنون آرام شدی دخترم؟ آرام شدی؟ در حقیقت این کار رو میکنید؟ گفتم که میکنم دخترم. رحمت مادر خدا از شما راضی باشد. آجا جان صحت شده؟ جانکی من البته که نقش شدم. بیا کنی. هپا دخترکم آیا تو تب داری؟ کنی بینم. من بیمار نیستم. تو بیمار نیستی آمینه جان. مادرت وحیمه میکنه. کمی سرش تسب کرده است. انشالله بخیر. تا سهر نقص می شود. حالا دختری من رفته خواب می کند. تا سهر همش نقص می شود. خوبش را از جوان دهید مادر. لباس های دخترم در کجا باشنده؟ کنی لباس های تو در اینجا نیست؟ نه در اینجا بوده است لباس های دخترم.
پسرم در کجایی؟ پلیس تا سر ما رو باز داشت. بعد چی شد؟ بعد آزادم کردن. من به بیمارخانه میرم. آیا خبردار نیستی مگر؟ چه خیل خبر؟ جیرین چه خیل شد؟ پسرم آیا تو با فرخنده گپ نزدی؟ گپ نزدم. جیرین چه خیل شد مادر؟ جیرین مادر چی شد؟ گپ زد؟ جیرین وفات کرد. یاشر پسرم خوب هستی؟ جانی آچی گپ زن پسرم. یاشر خودت رو به دست گیر. عمرش همین قدر بود از بیچاره رو. یاشر از دست تو چی می آید یاشر؟ یاشر چرا گریه میکنید بیبی جان؟ یگان چیز نیست پسرم. بیا جانکی من. به اینجا بیا. آمینا جانی اوچش سهر شد کس. چی شد جانی اوچه نترس چی شد؟ خوبی بدی دیدم اوچه جان. چی شد دخترم؟ بخیر باشد. من به یک چاهی افتیدم. برایم خوب میریختند. گویا که من به قبر در اومده باشم. خدا نگاه دارد دخترکم. اوچه جان من نمردم. شاید که او خواهری من بود. آخر او مرده است گو. برادر یک دقیقه ایستید. جرین افیگل است؟ بله. شما چی شد؟ خانم همسینا یاری دید. امیر به تو هم چای دهم؟ سلامت باشید ینگه. اوچه امینه خوراکش رو نمیخوره. اقلا تخمکت رو خور دختر جانکم؟ نمیخورم اوچه جان. من نمیخواهم. جانکی من اگر نخوری کلان نمیشوی؟ کنی بخور. پدرم برای چی خوراک نمیخورن؟ دیدم که بابایم به بیرون برآمد. برای نفسی تازه گرفتن برآمدند. خدایا. خیر من میروم با اشتیای تو. ایستا یک جای میرویم. سلامت باشه. یاسین رو هم ببرید. بیا پسرم. کن یاسین جوزدانت رو گرفته زودتر برو. فهمیدی؟ مادر خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوبم پسرم. برای چی؟ اشتهایت گم شده است. جانی اوچه اقلا پنیر خور. آخر پنیر رو بسیار دوست میداری کو؟ اوچه نمیخواهم. امینا با همه اشتهای تام. بابا جان در دستتان چیست؟ کن اینجا بیا. چنانه که میبینم حال تو آنقدر خوب نیست. علاوه بر این کمی تاسب داری. قرار دادم که با شیرینکم یگان توفه خوردکک خرم. خوردکک این چی باشد پدر؟ خانه کودکان بوده است. کنی این را کشاید بابا جان. صبر کن حاضر میکشویم. انا بین امینه بسیار هم خانه کلان بوده است.
در درونش آشخانه، حمام و تمامی چیزها موجود است. مثل خانه خودمون است. بله، مثل خانه خودمون. وقتی که این قسم ها رو پورا وصل کنیم خانه مکمل می شود. انا بین اینها باشد اهل خانواده اند. مثل خانه خودمون هست. این بابایم، این آجم، این دادا، این امکه، اینش من، اینش بیبیم شود، اینش باشد اکه یسینم. اکنون خانه آماده شد. نشد، اینجا خواهری من نیست. خواهرت؟ آخر خواهری من مرده بود کو جره. چرا اون نیست؟ خطا کردم. شاید یو در جنت هست برای همین. آقای فردی کاری دیگر ندارید مگر؟ غمگین نشو جان بابایش، من برای تو میارم. به من چی شد؟ به خود آمدید. چیز مهمی نشده است. بیهوش شده بودید. این راز بدنم گیرید. باید سوزنده رو تا آخرش گذارد. ایسته دکه شما چیکار میکنید؟ باید بروم. لبای مادر. پسرم خوب هستی؟ اوه پسرم مرا بسیار ترساندی. نه خوب نیستم مادر. در بیمارخانه هستم. یاشار برای خراجات بیمارخانه و جنازه مبلغ زیاد در کار است. مبلغ؟ راستی گپ مادر یگان تنگه هم ندارم. یک کار کرده مییابیم. تو مسئله جنازه رو حل کن، با صحبت میکنیم. فهمیدی پسرم؟ مایلش. یاشار رو افتاده نشو. خودت رو به دست گیر. مرده ها میمورند و زنده ها حیات رو ادامه. فهمیدم مادر، فهمیدم. لبی در خانه هستم. کی شد این حادثه؟ حادثه دیشب شد، پس چرا به من حاضر خبر میدهید؟ اگر با پسری خیریدین یکان حادثه میشد چی؟ خطا کردی. یک مرتبه دیگر به اجازت من. صبح خیر پدر جان. آیا نانشته نکرده می روید؟ فرخنده. تو با کدام رویت به اینجا آمدی؟ فرخنده من هم بسیار غمگین هستم. زود به من حمله نکن. اگر تو به من حمله نمی کردی حالا دخترم زنده می بود. هر دویمون بر قصد یگان کاری نکردیم. نه تو عیب داری نه من. چی میخواهی یاشار؟ جرین رو به جنازه ببرم. من خودم دخترم رو میگرانم. او دختری من هم هست. التجا میکنم آرام شو. یک جا این مسئله رو حل میکنیم. حداقل در جنازه بیا جنجال نکنیم فرخنده. مرا تنها گذار. برو. از تو یگان چیز نمیخوام. فقط تو از اینجا برو. کارهای کرده مادرت رو یک یک به من میگوی یاشار. او خانه مرا سوزاند. خانه او رو نیز میسوزانم.
لابای سلام خیریدین. من شفق. در مکان پیشینمون یک چای نوشیم. چی گفتی؟ به خاطر روزهای گذشته. مادر به بیمارخانه می روید. گفته بودید که از زگانیک ها بخبر می شوید. بله دخترم، به بیمارخانه می روم. سلامت باش. رحمت مادر. جانی اوچه چی کار میکنی؟ خونم رو به ترتیب میدارم. خونت رو بسیار زیبا کردی. آفرین دخترم. آمینه چرا کرپه رو به بالایت گرفتی؟ خنک میخورم. خنک میخوری؟ حرارتی تو بلند است دخترم. دخترم کنی خیز به بیمارخانه میرویم. بیمار نیستم. خیز دخترم خیز حالت بد است خیز. من میروم. کمیسرم سلام. خوش اومدید. خوش باشد کمیسر. مسئله رو حل کردید؟ خانم ضرر رساندهاش رو پرداخت کرد. مسئله حل شد. در این صورت از بحر شکایت کردهتون میگذارید؟ بله میگذارم. گفتم که خانم تشویش نکشد. آقای امیر یاسمان تو در اینجا چی کار میکنی؟ آیا این به تو یکان دخل دارد؟ البته که دخل دارد. این خانم برای چی اینجا آمده است؟ برای مسئله مهمه. مهم؟ یاسمان خودش چی گفت؟ تو چه خیلی آدم هستی ها؟ خودت کی هستی که مرا زیر سوال قرار میدهی؟ مرا گوش کن. هر کاری که میکنی همش رو به من میفهمانی. همراه من بیا. سرده مرا چیکار میکنی؟ بیا گفتم. آقای دادستان یک لحظه ممکن است شما رو. چی شد؟ اگر همراه من روید و شما همش رو میفهمانید. چی بوده است؟ و درون درایت صحبت میکنید. آسیاب به نوبت است. درباره چی صحبت میکرد؟ با خدا که مثل هنرپیشه‌های هالیوود نقش بازی خانم یوسمان پیش از اون که دادستان براید بهتر شما میرفتید. تشکری زیاد کمیسر. نمیارزید. دختر جنکم تو در اینجا شین من با اپای دکتر گپ زنون کرده در حال می اویم. میلش لیکن زودتر بیایید. جانم. دخترم؟ تخمینی کردم راست برآمد. به دخترم چی شده است؟ یگان بیماری جسمانی ندارد. پس نباشد چی درد دارد؟ آیا در اوله شما یگان مشکلی هست؟ یا اینکه به کودک یگان کس تاثیر منفی میرساند؟ نمیدونم. نه یگان حادثه نشده است که آمینا را تاثیر کند. شما شاید بخبر باشید لیکن کودک را چیز تاثیر کرده است. بیماری آمینه بیماری روحی است. گویا که غم میخورده باشد. آخر حالا کودک است در این سن و سال چه خیلی غم و غصه. حسیات کودکان بسیار هم پرقوت است. کمی با او سر و کار گیرید. کوشش کنید که در نزد او سخنهای ناشایم نزنید. بعد از چند مدت خدا خواهد خوب می شود. اگر حالتش چنین دوام یافتن گیرد حتما به نزد من بیارید. آمینه 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 آمینه
جانکم چرا به اینجا اومدی؟ خدایا این دختر کجا باشد؟ تشکر. نمی ارزم. خیردین یک بار مرا گوش کن. خیر فهمیدم گناهکارم. میدونم که آید این دعوا بسیار هم احساساتی میباشی. باز من روزی گذشته تو را رنجاندم. مرا ببخش خیردین. هیچ گپ نه. من برای خفه کردنتونه بلکه برای فکرهایی که از سرت گذشته بود غمگین شدم. اگر تو رو تهمت کرده سالهای دراز زندانی میکردند یک روز نه یک روز حقیقت رو میجستی. من هم همیشه به تو باوری داشتم. باور کن آن روز مرا خطا فهمیدی. مرا درست فهم. آخر من و تو دوستان دیری نیم که خیردین. همه خیلی است لیکن بعضا انسان از فرزند خودش هم شبه میکند. اگر سخنهای من به تو سخت رسیده باشد از تو عذر میخوام. کودکم رو در اینجا مونده به نزد دکتر در اومدم. وقتی که برگشتم او رو گم کردم. کجا نشسته بود؟ دارن همینجا. آمینه دخترم کجا شدی جونکم؟ وقتی که تو رو گم کردم دیوانه شدم. به نزدم یک زن اومد بسیار گریه میکرد. کی بود است؟ نمیدونم مرا دیده گریه کرد. کجا شد اون زن بعد؟ دکتر او را جر زد. گفت که مادرت آمد مرا انتظار شود. چرا؟ به شما چیزی رو فهموندن میخواهد. با من؟ گفت که در اینجا انتظار شود. دخترم رو کی میتوانم گیرم؟ مبلغش را سپردید؟ نه حاضر پرداخت میکنم. در پایان هم دستخط گذارید. بعد از پرداخت کردن به نزد من بیایید. مایدش. دختر جانی من شاید تو اون زن رو خطا فهمیده باشی. گفت که من می آیم. آنا بین ناومد بیا می رویم. آخر گفت که من می آیم. پسرم خداوند صبر جمیل دهد. جسد جیرین را دیدم بسیار دهشت انگیز بود. گریه نکن یاشر گریه نکن پسرم. باید خودت رو به دست گیری. در پیش مراسم جنازه کنی خودت رو به دست گیر. به بیمارخانه رفته بودم برای کارهای جنازه لیکن فرخنده مرا تحقیر. برای چی تحقیر میکرده است؟ جیرین نبیره من هم هستی و خدایا توبه. آخر او هم بسیار پریشان حال است. میگوید که از مادرت قصد میگیرم تو را نابود میکنم. وای بر حال شما. من برای خرسندی شما سرم رو در بلا موندم. حالا باشد برای مصرف و از شرف پول گرفتم. نخواد که من به کسی لازم نباشم. وای بر شما. من نگیر. از 5000 پول هم زیادتر. با گمانم که کفایه است. میرساند رحمت مادر. تمام شب در پلیس خانه بودم. پلیس چی گفت؟ حادثه را نقل کردم. گفتند هیچ کس گناهکار نیست تصادفاً شده است. لیکن سخنهای فرخنده را هم به اینا بد میگیرند. انشاءالله که به پلیس ها سفسطه نمیگوید. دکتر به شما چی گفت؟ دکتر هیچ چیز نگفت. دختر خوشرویا که من یگان بیماری من ندارم. به شما گفته بودم که بیمار نیستم. آمینه جان هیچ کس ناومد. بیا می رویم. رفتیم. میلش به فکرم که نمی آیم. رفتیم جانکم. خانوم فرخنده فیگین هستید؟ بله. باید زبان خطتون رو گیریم. حاضر؟ بله.
تو چی کار کردی رخزان؟ نفهمیدم. جوابیان کارت را میدهی. آقای دوتیستان یگان کاری بد کردم. کاری کردت را خوب میدانی، لیکن با کی بازی کردنت را حالا نمیدانی. تو را آگاه میکنم از آن دختر دوریست. کی؟ از کدام دختر؟ خودت را به نادانی نزن. فریفته این رنگ تو نخواهم شد. یاسمن را هرگز به تو نخواهم داد. فهمیدی؟ مرحمت. دخترچه هم اینجاست. جسدش را به جنازه ببریم. نامش چی بود؟ جرین افیگیل. جرین افیگیل را کمتر پیش برآورده بودید. چقدر برآورده بودید؟ کی او را برآورد؟ نه درم رو به کی دادید؟ آرام شوید خانم. مادرش آمده او را برد. مگر شما پدری او هستید؟ بله. اینها رو به مادرش رسانید. لباس های جرین است. پس از حادثه خطرناک دیروزه حالا هم غالب را تعقیب میکنی. تو بسیار آدمی جسور هستی. اما دیروز ترسیدم، بسیار هم ترسیدم. برای خودم نه، البته برای امیر ترسیدم. اگر با او یگان حادثه شود خودم را نمیبخشم. من هم همین را گفتنی بودم، اما تو را یک بار خشمگین نکنم گفته خاموش شدم. متاسفانه آدمانی پس فطرت زیادن. دیده و دانسته امیر را زیر خطر نگذار. حیف می شود. آچه به همه این بازیچه ها سوار شدن ممکن است؟ البته دخترم، کدامی که خوشت میآید میتوانی سوار شوی. آچه جان، من به همه اینها سوار میشوم. اوه پروردگار، آیا قبر نبیر هم دوتا می شده باشد؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة. خداوند به شما صبری جمیل بدهد. سلامت باشید. خدا صبرتون بشه. وقتی که رو دزدیده آورده بودن خورده کردم، به ایست گریه میکرد. به آغوش گرفته بودم، بوسه کرده او را بوی میکشیدم. سیر نشدم.
چند روز تا سحر گریه میکرد برای اینکه مادرش رو میخواست. بسیار غمگین شدم. برای کودک رو به فریده دادم. بسیار فکر کردم اما نتوانستم. در حسرت کودک بودم. ناچار بودم. او رو گردانده به مادرش داده نتوانستم. کاش که او رو همون لحظه به مادرش میدادم. نصیب و تقدیر همین بوده است. چی خیلی نصیب و تقدیر؟ آیا از کاری کردن شهر نکرده باز همه رو عیبی نصیب و تقدیر میکنی؟ از یک الین کودک رو دزدیده به دیگرش داده پس اون خیر چی کار کنم نصیب همین بوده است میگوی همین خیر؟ نباد خانوم از این پس در دو دنیا راحت رو نخواهید دید. من دخترم این کارو برای اون کردم که خونه شما ویران نشود. یشر امکش میشد خواستم که شاد شوید اما شاد نشدیم. شاد شدن نتوانستیم. انا بین دخترم رو به کجا موندم؟ فرخنده ما هم غمگین هستیم. بس کن این سخنها را. به شما یکم بلا نمیشود. وقتی کودک را از فریده دزدیدین رحم نکردید اکنون به من رحم میکنید. فرخنده در سر قبر میباشیم. آدم بر این دعا خوانده میرویم. تو هم آدم بر این از حیات ما دور شو. میروم خانم نباهد. میروم خواطر نباش. لیکن بیش از رفتنم حسابت رو خاتمه میدهم. کدام حساب؟ چی میگویی تو؟ من جیرین رو مثل دختری اصلی هم دوست می‌داشتم اما هرگز قلبم آرام نبود. به فریده ظلم کردید. مرا هم شریک خودتان کردید. لیکن عاقبت کار همین قدر بوده است. تا امروز از ترس آنی که جیرین را از دستم میگیرند خاموشی را اختیار کردم. گفتم اگر سیر را فاش کنم فریده دخترم را از دستم میگیرد. عاقبت چی شد؟ او را به دستان خودم به خاک سپردم. اکنون خاموش نمی‌ایستم. این دختر به کجا میره؟ فرخنده یشر این دختر به سرمون یگان بلا رو میآورد. مادر اگر او فریده را یابد حیاتمون میسوزد. زودتر شو یشر زودتر. فرخنده این دختر به کجا میرود؟ به فکرم به خانه امان میرود. به خانه ما. آه دلم میزند. آه یشر زودتر یگان ماشین رو نگاه دار. جانکی اوچه وقتی به خونه رفتن شد. اوچه کمی دیگر بازی کنم؟ مایلش. پسرم پیش از این ماشینی در پیش بودم مرا به خونم رسان. رفته ایستاده اپا جان. مایلش. اگر فریده و شرف حقیقت را فهمم قسم میخورم که ما رو زنده نمیمونم. یشر خب کن. بین هم دلم تنگ شده است. گل اثر مرده رفت باز فرخنده در سرمان شد. انا ببین فرخنده همه ای سیر را فاش میکنند. من میدانم او چی کار کنند. بهوده نگفتند که خوبی کنی بدی میبینی. اگر از فرخنده هم خلاص شویم بالاخره ما رو میفهمند. آفتاب حقیقت یگان روز حتما میبراید. یشار خب کن به خدا قسم حاضر تو رو از ماشین میپرتویم. این بچه دردی سر شده. یا پروردگار نگهبان باش. خیردین خاطرم رو نکردم رو سر میدهد. به این همه رو دوست نمیدارد. باز چی ایستادی؟ آخر چراغک سرخ است اپا جان. یا شهر ماشینی پیش بوده رفت. آرام شو مادر. بازی کرده شدی؟ تمام میروی من؟ مایلش به این هم خسته شده من. جونکی من کنی رفتی؟ مرحمت. رحمت تشکری زیاد. کنی زودتر گم شو از اینجا. گم شو از اینجا. تو وقتی که همش رو به فریده نگویم در اینجا انتظار بشم. تو برای طلاق کردن این زن دیر مانده. این حق طلاق را کرده است. زودتر گم شو از اینجا. فرخنده
خبری ناخوش در خانه کسی نیست. یگان کس نیست در خونه. کنی رب از اینجا. این گپ رو نمیفهمیده هستم. با یگان جون نمیروم. نفهمیدم. تا اومدن فریده انتظار میشوم. فرخنده گوش کن، ما اول خاموش پسرم. کنی گذر. تو هم بیا پسرم. شین دخترم شین. فریده در کجاست؟ من هم نمیدونم. مادر چیکار میکنی؟ فرخنده تو میگویی که همه حادثه رو به فریده نقل میکنی همین؟ بله. کنی گپ زن با او چی میگویی؟ همه‌اش رو میگویم. یکی از دوگانیکای فریده رو مرده گفته، دخترش رو دزدیده، با ما آوردنتون رو میگویم. خیر. آیا این نقل های میکرده رو غیر از ما یگان کسی دیگر میدوند؟ نمیدونم. آیا این یگان اهمیت دارد؟ گوش کن فرخنده دختری زیبایی من در تولد کردن اشتراک کرده بودم. علاوه بر این دکتر و همشیره گلاسه. بعد این که دکتری که تولد رو قبول کرده بود چندین سال پیش از اینجا رفته است. کجا رفتنش رو خدا میداند. اگر او را یابیم در خاطرش نیست. همشیره گلاسر باشد به نزدیکی وفات کرد. خداوند رحمتش کند. یعنی این که شاهد نداری و این کارهایی کرده ما در یگان جای به قید گرفته نشده است. حالا باشد چیزی رو که میخواهی به فریده نقل کردن گیر. رفته به سود شکایت کن. آیا میدانی که عاقبتت چی میشود؟ من یگان گناهی ندارم. پس گناهگار کیست؟ من از یگان چیز بخبر نیستم. دختری فریده نیز در دست تو بود. ما گمان کرده بودیم که او مرده است. پس نباشد تو خودت او را دزدیده ای. بعد از چندین سال فهمیدیم که کودک در دست تو بوده است. لیکن تو از ترس خاموش ایستادی. همین طور نی مگر؟ خدایا تو چی خیل زن هستی ها؟ چی خیل زن هستی؟ من زنی می باشم که تنها اویلا رو نگاه بین میکنم. آیا خطا نکردم؟ البته که خطا کردم، لیکن هر کاری کردم برای اویلم کردم. اینش رو فهمیده گیر دخترم. مادرم راست میگه فرخنده. اگر گپ زنی همه گناه به دوش تو میافتد. یاشار برای کودک دزدی چند سال زندانی میکنی؟ به خدا نمیدانم مادر. شاید که 10-15 سال یا اینکه زیادتر. خدا نگهبان باشد. من کار دارم دخترم. اگر صحبتمون تمام شده باشد به تو راهی سفید. کنی دخترم سلامت باشه. انشالله که پاداش کارهای کرده‌تون رو میبینید. قندت رو زن. مادر اگر دانشگاه میخواندی حالا سروزیر میشدی. فریده دخترم و به خود مقبوله. تو برای بچه ها افسانه میخوندی کو؟ یک چیز سیار کردم میخوندی؟ مالش جانا کیوچه تو دویده بخون نرو من در حال میویم. مالش چه سلام امینه امروز شما رو در بیمارخانه انتظار شدیم اما شما نآمدید. ما رو باش به خونه‌تون میرویم؟ بله. یک دقیقه است به تو یک چیز میدهم. این رو به مادرت ده. فهمیدی؟ لیکن به کسی نشان نده. راست به مادرت بده. فهمیدی؟ فهمیدم. آیا این لباس های جیره نیستن؟ چیکار میکنی؟ نمیدونم. شسته به یگان فقیر میدهم. دلم راضی نشد که اینها رو پرتایم.
فرخنده با زوراوری مرا مجبور مکن. بیا مثل آدم گپ میزنی. برای چی میگریزی؟ من تا امروز با تو دست برداشتم. فکرهای باطلت را یک طرف گذار. بیا با خوبی صحبت کنیم. اینو خیر ندارد یاشار. امروز تو پگاه مادرت با دیگر گفت تا دخترم رو نگیرید آرام نمیشود. بس از دیگر تعقیبم نکنید. رو از اینجا رو. فرخنده التماس یک روی نکن. نه. جیرین. فرخنده. جیرین. او رو نجات دادن نتوانستم. نجات دادن نتوانستم. بس کن پسرم. آخر تو گناهی نداری. به فکرم باز پدرم اومد. خودت رو به دست گیر. خودت رو به دست گیر یاشار. حاضر میبینم کیست. آمینا جان اومده است. امک جان شما گریه کردید؟ آمینا بچه در کجاست آمینا؟ به نزد خالای مقبوله رفتن. خداوندو به من صبرتو کن. اینها رو شستنم لازم. من همه را مادر. یگان کس آمده من رو پیش نکرده خودم را هم خود میشه. پسرم خودت رو به دست گیر. مایلش. زودتر باش پسرم. پسرم مسئله فرخنده رو حل کردیم اما تا حال دلم آرام نیست. چرا مادر؟ آخر رو ترسید که؟ ترسیده است لیکن چیکار کردنش معلوم نیست. او میداند که یگان کس از ما پشتیبانی نمی کند. خوب ترش تو رفته با خوبی مصلحت کن. مبلغی که به تو دادم باقی موندهش رو به او بده. چیپتش رو گرفته رود. به آلمان می رود. به فرانسه می رود. به هر کجای می خواهد رفتن گیرد. مایلش با او مصلحت میکنم. زودتر باش پسرم. چی شد خانم؟ آیا ما رو در نزد در انتظار میشوی؟ آمدنت رو فهمیده. بخیر است انشاءالله یا یگان حادثه شده است؟ در کجا بودی تو؟ چند ساعت شد در کجا حرارت بودی؟ امینه که بلند شد او رو به بیمارخانه بردم. چند مرتبه به تو گفتم که به اجازت از خانه نبرو. آیا تو گپ رو نمیفهمی؟ من از بلندی حرارتش ترسیده به بیمارخانه بردم او رو. پس دردش چی بوده است؟ دکتر چی گفت؟ امینه دخترکم حاضر از بیمارخانه آمدیم. تو رفته دست رویت رو شروع میلش؟ اما رف دخترکم رف جونم. دکتر گفت که یگان چیزی مهمی نیست. باز گفت که در خونتون آیا یگان حادثه نقشی رخ داده است. گفتم نی. بچه میگوید که عصبایش خسته شده است. معلوم است که او هم حس کرده است. چی؟ از کجا دانم؟ آخر در خانه آرامی رو نیست کردی. دوگانیک مگانیک گفتن. مادر آیا شما امروز به تولد خونه رفته بودید؟ ها رفته بودم. چی خبری تازه پیدا کردید؟ یگان خبری نو نیست دخترم. این رو قبول کن. جرین مرده است. به فکرم رویش رو شستن نتوانست. آمدم دخترم. فریده تو ایست. تو با آشخانه را. آمینه رو من خودم میبینم. آمدم بیبیش اومد. چی شد جونی بیبی؟ دست پاکنک رو نیافتم. چه دست پاکنک رو همراه لباس افلاس مونده است. کنیست بینم. انا یک دست پاکنکی تازه. بوزی چه ایمان. تو چی؟ زیق شدی مگر؟ برای چی؟
بوزیچه من را آچابینه چی یافتم؟ این چی است دخترم؟ مثل دستمانه است. آیا در بالایش نام نوشته شده است؟ کنی به من ببینم. آمینه این رو از همون بیفته است. وقتی که شما نبودید همسایه آمده بود. شاید نبیرش به همون در آمده در آنجا افتونده باشد. من بد به امیدی هم. آچا جان من به شما یادی دهم؟ معلش کنی تو این رو شوی دخترکه؟ تو با باغچه یاسینشان در اومد. اوفه انا یاسین آمد. سلام یاسین. سلام. تو با باغچه شما رفت رو مدی؟ انتظار شد. مرده است بابا؟ مرده است پسرم. با فکرم شوخی کرده است و دست بابا جون. شاید کمتر پس پریده رفت. نه بابا چرا مرده است؟ دخترم این پرنده مثل دیگر مخلوقات ها تولد شده کلان شده است. بچه کرده پیر شده و مرده است. لیمو بیار دخترم. منش مادر. بابا آیا شما هم پیر شده است؟ قریب که پیر شدم. لیکن تو خاطر نشو. مردم کاری اونقدر بد نیست آمینه بانو. در اینجا سر و بدنمون درد میکند. وقتی که مرده به دیگر دنیا رویم دیگر یگان جایمون درد نمیکند. چی آیا مرده نخواهید بابا؟ توبه بگو دخترم. این خیل نگوی. خداوند عمری دراز دهد. یاسین این پرنده رو از اینجا دور کنه. ندیده خو حرکت زیخ شد. بابا پرنده رو چیکار میکنه؟ کنی رفته بینیم تا تیار شدن دسترخوان در این باغچه پرنده رو میگرونیم. زودتر شوید بچه ها. رفتیم. آقای خیردین آخر همین هم کار شد مگر در نصف شبه. دستهایتون رو شستایید. بابا بالهایش می جنبد. شمال است برای همین می جنبد. یعنی که زنده نشده است؟ نه جان بابایش. رفتیم. بابا جان حالا این پرنده به نزد برادرش میرود؟ نمیدونم. ممکن چنین باشد. در جنت بسیار پرنده های زیبا هست. شاید که این پرنده هم یکی از آنها باشد. وقتی که ما هم مردیم به نزد آنها میرویم؟ انشاءالله آمینه. انسان مثل دانه درخت است که به خاک میافتد. بعد درخت شده میوه میدهد. چنین است. یگانه فرق انسان ها از درخت در آن است که در آخرت میوه میدهد. خواهرت بر این کودک ها باشند در آنجا میوه بسیار میدهند. به همه ما میوه آنها میرسد. آنها رو میوه شفاعت میگویند.
کمتری دیگر بس نیست. موندن گیر ایست دخترم نیست نمیفهمی مگر نمیبینی خدایا توبه مادر کمی خواب بازد هستم. آیا باز تا سهر یکان چیز بافتی مگر؟ نه 3 شب شده است که یک خواب رو تکرارن میبینم. بخیر باشه چی خوب دیدی؟ آمدم. پدر جان من برآمده خرید میکنم بعد از 2-3 ساعت برمیگردم با شما هم یکان چیز بیارم. یاسمن باز هم با همان کودک وا میخوری؟ نه پدر. تو را آورده با ما شناس کردنی بودی؟ چی شد؟ هیچ چیز. البته او رو میارم لیکن وقتهای آخر او رو ندیدم. خیر میلش دیر نشده من میروم. من میروم. اپا اویدی جدا شویتون کی با پدرم میگویی؟ نمیدونم نشه امروز انیق نمیشود. حاضر میروی؟ بله. اپا جان من هم امروز شما روم. آیا تو امروز درس نداری؟ دارم. یک روز نروم هیچ گپ نمیشود. نه نمیشود نشه. تو رو تا مکتب میبرم زود باش. فرخونده بس کن با خدا که بیمار میشوی. زینب او تمامی دارایی من بود همه چیزم رو گم کردم. میفهمم کمتر پس همراهی برادرت به آلمان میروی باز حیاتی نو رو آغاز کردن همه چیز رو فراموش میکنی. کمی فکر خودت رو هم بکن. سلام فرخنده. تو در اینجا چی کار میکنی؟ باز مادرت رو با اینجا روان کرد. آمدم که با تو خیر و خوش کنم. به حرمت چندین سال زندگیمون ما باید دشمن نمانیم. نگران نباش دشمنیمون پاینده میموند. خوب میلش با تو مصلحت کردن نمیشود. انا این رو گیر. سفر داری لازم میشود. نمیخوام. فرخنده التجا میکنم اگر نگیری خفه میشم. فرخنده این کس در اینجا چیکار میکنه؟ خیر و خوش کنی اومده است. سلام اکا. باز این بیشرف شرم نداشته مرا اکا میگوید. من بیشرفم؟ ها بیشرفی یگون گپ داری؟ اکا خونه مردم است. التجا میکنم یگون کاری دف شده رو از اینجا دف شو. آدمی گفته به زیارت آمدیم. خواستم که مصرف‌های او رو پرداخت کنم. آیا در برابر این همه خیر رفتار میکنید؟ باز هم گپ میزنی؟ اکا ای خدا نش نمیرسید. و تو چی شد؟
آیسته آدم برین ماشینت رو رانده نمیتوانی. عذر میخواهم خانم یاسومن. آقای امیر در اینجا چیکار میکنید؟ ماشینم ویران شد، تاکسی رو انتظارم، بعد اومده تعمیر میکنم. در این وقت تاکسی یافتن مشکل است. تو اومدنی تاکسی انتظار میشوم، دیگر چاره نیست. من شما رو میبرم. مانع کاری شما شدن نمیخواهم. هیچ گپ نیست، دختری زیبا همش خوب است. نباشد میرویم. تشکر. زودتر زودتر. بسیار خونه خوردم. بازینی رو میکشایم گرم میشوید. خانم شما با کجا میروید؟ حیات خواهرم رو سوزوندی. اکا من کاری بده نکردم. سالهای دراز انتظار بودیم که آدم میشوی. صدایمون رو بلند نکردیم. دیوانگیت بسی نکرد که باز این دختر رو فریب دادی. کی گفت ها؟ این همش دروغ است. با من افسانه نقل نکن. از پشت تو شده حیاتی دختر سوخت. تا حیاتی تو رو نسوزانم آرام نمیشوم. یک تا بیایید. اگر مرد باشد یک تا بیایید. سرده. بعد از برآمدنی من تیمور یگان کاری بد نکرد. نه کمی غضبناک شده بود. میگویند که غضب دیوانه ضرر دیوانه است. او همین خیل است، همیشه ضرر میدهد. من به شما تشکری زیاد میگویم. چندین مراتب شد که سری مرا از بلا نجات دادید. اول از تیمور و امروز باشد از باران مرا نجات دادید. نمی ارزد، تصادفاً شد. درست‌ترش این که خداوند راستش آورد. آمینه دخترم کرتت رو بیده میشویم. تو این رو پوش. مالش. اوچه کرتم در کجاست؟ با ماشین جمعشوی پرتفتن. در جای باشه کاغذ بود. کاغذی چی؟ با یادتان باشه در بیمارخانه یک زن بود که انتظار شدیم ناامد. بچه؟ دیروز او را دیدم در کوچه خودمون. در کاغذ چیز نوشته داد گفت که با مادرت بده. جانکی اوچه چرا بر وقتر نگفتی؟ فراموش کردم. در اینجا چی نوشته شده باشد؟ در قبری به آدم دعا میکنی. شما رو زحمت دادم. هیچ گپ نیست. با شرافت شما من هم کمی سیر کردم. اگر شما نمی شده در زیر باران بسیار انتظار شده تر می شدم. با خانه درآیید، خنک میخورید. تشکر. نمی ارزد. دادستانی که وامی خوردید همین است؟ انا همشم اینقدر اینها رو یافتم برای امینه خورد شدن. اگر با کودکای شما شود گیریم.
اگر نشود به یگون کسی دیگر تشکر بر شما. خدا از شما راضی باشد. بله وقتی خوراک خوری اومد. فریده امروز چه خوراک پختی؟ خوراکی با کارتوشکا پختم. کنی گذار در نکن، مردم از گرسنگی زیاد میمیرند. مایلش مادر. اومینا انا بین موزیچه دوست داشتت را ساختم. این جرین است. بله معقول نشد. شد. تشکر به شما بابا جون. جرین رو من از تخته ساختم. با اوچت بگویم که لباسهایش رو بدوزد. مایلش میگویم. مایلش بازی کن. جرین رو انا همین خیل میخوابانی خواب کند. اومینا جون مادر در کجاست؟ 2 ساعت شد او را میکوبم در خونه نیست. آنچه هم رفتم. باز خبر نداده به کجا رفت؟ بابام خبر داده بود. به سری قبر خواهرم رفتم. خدایا من چیکار کنم؟ یگان رو هم نشان ده. کمکم کن. با دخترم چی شد خدایا چی شد؟ فریده